صدها ورزشکار رشته‌های مختلف در اینجا روز جهانی المپیک را جشن گرفتند. یگانه آرزوی این ورزشکاران صلح، اتحاد و برابری است. رهبری کمیته ملی المپیک افغانستان از ورزشکاران می‌خواهد تا از راه ورزش برای تامین صلح در کشور کار کنند. خواهشمندم تا با زحمات شب و روزی در پهلوی رشد ورزش در باره صلح و در تمام پروژه‌های صلح کشور دخیل بودم تا بتوانیم که واقعا اهداف والای ورزش و اهداف والای وحدت ملی کشور و شعار جهانی کمیته المپیک جهانی که امان وحدت، امان صلح. حدود 50 فدراسیون ورزشی در این مراسم اشتراک کردند که برخی آنها شامل بازی‌های المپیکی نمی‌باشند. برخی ورزش‌های جدید نیز در این روز نمایشاتی از خود بر جا گذاشتند. هوابازی یکی از این رشته‌ها است. د دې امکاناتونه لږ ضعیفه ده او وسایلونه لږ ګرانه ده، خلک نشي اخیستی. مونږ هیله لرو حکومت مونږ ته مرسته وکړي او ملي المپیک مونږ سره مرسته وکړي، مونږ وتوانو چې د افغانستان له ادرس لخانه او نور مملکتونو ته، بهرني ملکونو ته سیالي کې برخه واخلو. جهانیان از سال 1894 بدین سو 23 ماه جون را به عنوان روز جهانی المپیک تجلیل می کنند، اما از افغانها نزدیک به 3 دهه می گذرد که این روز را جشن می گیرند. ظاهراً در این اواخر ورزش در افغانستان به یگانه وسیله مبدل شده که به چهره اکثر افغانها لبخند و شادی می آورد.